اگه میخواد بدونی که ما خانم‌ها چجوری اصلا کلیتوریس ارضا میشیم و ارگاسم رو تجربه میکنین، تا انتهای این ویدیو با من باش. مطمئنم که خیلی از شما دوست دارید یاد بگیرید که چجوری از طریق کلیتوریس یک زن رو به ارگاسم برسونید بدون اینکه دخول انجام بده. رابطه از طریق کلیتوریس و ارگاسم از طریق کلیتوریس برای همه خانم ها میتونه اجرا بشه، اما خانم هایی که باکره هستن، دختران که باکره هستن و نمیخوان که باکرگیشون رو از دست بدن، در عین حال مایل هستن که ارگاسم رو تجربه کنن، من این روش رو پیشنهاد میدم و میدونم که خیلی از دخترها هم دوست دارن که چنین چیزی رو تجربه کنن. پس یاد بگیر و براش انجام بده. خب برای اینکه بتونی یک رابطه در واقع خوبی داشته باشی و یک ارگاسم کلیتوریس خوبی برای پارتنر ایجاد کنی، ابتدا باید شروع کنی به پیشنوازی، عشق بازی و در واقع تحریک کردن کامل زن. بعد از اینکه کامل تحریک شد، شروع می‌کنید به در واقع ماساژ دادن ناحیه کلیتوریس و خیلی آروم شروع به ماساژ دادن می‌کنی و تا زمانی که کامل لوبریکانت تولید بشه و بیاد بیرون و کاملا لذت بشه و اصلا دست از کار نمیکشین، همچنان ادامه میدی. میتونی از زبونت کمک بگیری و این خیلی لذت بخشه. برای خانما ما دوست داریم که در واقع از طرف زبون به کلیتوریس ما ضربه زده بشه، لیست زده بشه به صورت ضربه‌های چپ و راست و بالا پایین و این اتفاق خوبیه برای ما، باعث میشه که ما خیلی لذت ببریم و در نهایت به ارگاسم برسیم. و اینکه این کار رو بهتر انجام بدین، مدام هم از زبانت استفاده کن و دوباره بیا با دستت شروع به تحریک کن و همینطور ادامه بده تا زمانی که خانم باسنش رو آورد بالا. وقتی که باسنش رو آورد بالا، این یعنی اینکه این خانم به اون درجه رسیده که دیگه ارگاسم میشه. در این قسمت از داستان کل کلیتوریس قشنگ پر خون شده و قشنگ اومده بالا، یعنی کامل شما یک حس میکنین که این چقدر بزرگتر از حالت قبلی شده. این یعنی اینکه برای ارگاسم شدن و ارضا شدن کاملا آماده است. شما با زبونتون این کار رو ادامه بدین یا اگر دوست داشتید با دست، تکنیک ضربه زدن با دست هم این شکلیه که شما کف دست رو در قسمت پایین ثابت نگه دارید و در قسمت بالا رو کاملا با انگشتتون به صورت مداوم در واقع مثل ویبره یا حالا ماساژ های پی در پی تکون بدید و این کار رو تا جایی ادامه بدین که خانم به ارگاسم برسه. ارگاسم خانم این شکلیه که کاملا شما در واقع حالتهای جمع شدن و باز شدن واژن رو میبینید. اون حال نهایی کلیتوریس کاملا به این شکل میشه، شما کاملا حس میکنین و یک لرزش یا رعشه‌ای در قسمت باسن، کمر و پاهای ما خانم‌ها ایجاد میشه که خیلی حس خوب و قشنگیه و حتما این کار رو انجام بدید چون محبوبیتتون پیش پارتنرتون 100 برابر میشه. بعد از اینکه خانم به ارگاسم رسید، حتما بغلش کنین، بوسش کنین، ازش تشکر کنین که این اجازه رو به شما داده، چون ما خانم ها به هر کسی این اجازه رو نمیدیم که به هر جای دست بزنه و تا این اندازه با ما احساس راحتی بکنه. اگر این اجازه رو به تو داده، پس یعنی خیلی دوست داره و خیلی به ارزش قائله. امیدوارم تا به اینجا این ویدیو بر شما مفید بوده باشه و اگر برات مفید بوده لایکش کن، کامنت بنویس، نظراتتو برای من بفرست، کانال من رو سابسکرایب کن و من حتما به سوالات پاسخ خواهم داد.